سلام، بریم که یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های بارداری رو انجام بدیم ولی خیلی زودتر. اینجا دیگه رسیدم آزمایشگاه و رفتم که بعد از 10 ساعت ناشتایی اولین نمونه گیری رو انجام بدم. بعدش بهم یه محلول خیلی شیرین دادن که گفتن باید تا 10 دقیقه خورده بشه. مزه‌ش هم پرتقالی بود، از نظر من بد نبود ولی خب خیلی شیرین بود. حالا باید 1 ساعت صبر می‌کردم تا بتونم برم نمونه دوم رو بدم. خیلی برام سخت گذشت چون حوصله‌ام به شدت سر رفت. به نظرم اصلا این آزمایش رو تنهایی نرو. من با مامان عزیزم رفته بودم که کلی وجودش برام دلگرمی بود. تو این فاصله فقط آب خوردن مجاز بود، اما من خیلی احساس گرسنگی و دلزفه داشتم و بله بالاخره رفتم آزمایش آخر رو هم دادم. جای مبینه خیلی خوشحال رو میبینین که داره میره پایین و بیشتر از این همسرش رو منتظر نذاره. مهدی جانم ما رو به یه پیتزا خیلی خوشمزه مهمون کرد. من بعد از خوردن غذا حالم خیلی بهتر شده بود و راه افتادیم به سمت خونه. تو ولاگ بعدی میبینمتون.